خواص توت فرنگی بیشتر برای سلامت و زیبایی پوست شناخته شده است. این در حالی است که اکثر پزشکان متخصص مصرف توت فرنگی را برای پیشگیری و حتی کاهش بیماری‌های قلبی توصیه می‌کنند، چرا که آنتی اکسیدان ها و پلیفنول ها در توت فرنگی باعث می شود که از سلامت قلب محافظت کند و می تواند از انواع مختلف سرطان جلوگیری کند و ویتامین C موجود در توت فرنگی حتی به سلامت پوست و مو نیز کمک خواهد کرد. فیبر موجود در آن باعث کاهش وزن و بهبود هضم خواهد شد. ارزش غذایی توت فرنگی: یک فنجان توت فرنگی تازه یعنی 152 گرم حاوی 49 کالری، 7 گرم قند و 3 گرم فیبر می باشد. و سایر مواد مغذی توت فرنگی عبارتند از پروتئین، ویتامین C، منگنیز، فولاد، پتاسیم و ویتامین K. مزایای سلامتی خوردن میوه توت فرنگی: 1. محافظت از قلب. فراوانی آنتی اکسیدان ها و پلیفنول موجود در توت فرنگی آن را به یک مواد غذایی ایدئال برای محافظت و سلامت قلب تبدیل کرده است. توت فرنگی همچنین حاوی آنتوسیانین که مسئول رنگ قرمز توت فرنگی است می باشد که از سیستم گردش خون محافظت می کند و از این طریق می تواند از ایجاد پلاک در شریان ها جلوگیری کند و همچنین باعث تنظیم فشار خون شود. اگر زنان 3 یا 4 بار در هفته از توت فرنگی استفاده کنند، خطر ابتلا به حمله قلبی در آنها تا 1/3 کاهش می یابد. 2. توت فرنگی برای تنظیم میزان قند خون. توت فرنگی حاوی اسید الاگیک است که همراه با آنتی اکسیدان های دیگر به کاهش هضم غذاهای نشاسته‌ای کمک می کند و همچنین افزایش سطح قند خون را پس از یک وعده غذایی نشاسته‌ای کنترل می کند و به افراد مبتلا به دیابت که دیابت نوع 2 است کمک می کند تا سطح قند خون خود را کنترل نماید. توت فرنگی همچنین حاوی شاخص گلیسمی پایین 40 است و این باعث افزایش فشار خون در هنگام خوردن توسط بیماران دیابتی نمی شود. فیبر موجود در آن نیز میزان سطح قند خون را تنظیم می کند. 3. توت فرنگی برای کمک به مبارزه با سرطان. توت فرنگی منبع فوق‌العاده‌ای از ویتامین C و فیبر است که هر دوی آنها برای محافظت در برابر سرطان‌های مری مفید هستند. خواص ضد سرطانی توت فرنگی معروف است که می‌تواند از سرطان‌های پوست، ریه، مثانه و سینه جلوگیری کند. همچنین اسید الاگیک به عنوان ضد عامل سرطانی برای روش‌های مختلف عمل می‌کند. به عنوان آنتی اکسیدان کار می‌کند و تولید سلول‌های سرطانی را کاهش می‌دهد و انواع خاصی از مواد سرطانی‌زا را از بین می‌برد. 4. توت فرنگی برای افزایش سیستم ایمنی بدن. توت فرنگی منبع عالی از ویتامین C است و می‌تواند منجر به ایجاد آنتیبادی‌های تقویت کننده برای سیستم ایمنی بدن شود و در نهایت توانایی بدن را برای مبارزه با عفونت افزایش می‌دهد. در یکی از مطالعات CVC مشخص شد که مکمل ویتامین C مولکول‌های مختلف سیستم ایمنی را بهبود می‌بخشد. به همین دلیل باعث افزایش غلظت ایمونوگلوبولین که یک آنتیبادی و جزء کلیدی از سیستم ایمنی بدن است می شود و برای مبارزه با آلرژی و آسم نیز شناخته شده است. 5. توت فرنگی برای تنظیم فشار خون. همانطور که قبلا ذکر شد، توت فرنگی حاوی آنتوسیانین هایی است که آنتی اکسیدان قدرتمندی هستند و رطوبت عروق خونی را کاهش می دهند. در نتیجه فشار خون را نیز کم می کند. توت فرنگی همچنین غنی از پتاسیم است که یکی از مواد مغزی برای کنترل فشار خون محسوب می شود.
6. توت فرنگی برای بهبود سلامت مغز. به دلیل وجود آنتی اکسیدان ها از سلول های مغزی در برابر آسیب رادیکال های آزاد محافظت می کنند. همچنین تغییرات نورون ها را خنثی می کند و در نهایت منجر به بهبود سلامت مغز می شود. مطالعاتی بر روی زنان نشان می دهد که مصرف توت فرنگی می تواند کاهش حافظه در زنان مسن را به تأخیر بیندازد. این وضعیت را می توان به وجود فلونوئیدها در توت فرنگی نسبت داد. 7. توت فرنگی برای مبارزه با التهاب. توت فرنگی حاوی کوراستین است و بر اساس مطالعات انجام شده مصرف کوراستین همراه با ورزش منظم می تواند باعث ایجاد پلاک آترواسکلروز شود. همچنین غنی از ویتامین C است که نقش مهمی در جلوگیری از التهاب را ایفا می کند. این ویتامین در کاهش نشانه های آرتروز و نقرس نیز نقش دارد. دریافت شده است که سطح بالایی از ویتامین C می تواند میزان التهاب در بدن را کاهش دهد و به گفته محققان زنانی که هر هفته 16 عدد یا بیشتر از توت فرنگی مصرف می کنند 14% کمتر به بیماری های التهابی دچار می شوند. 8. توت فرنگی برای بهبود سلامت بینایی. توت فرنگی با وجود آنتی اکسیدان هایی که دارد برای جلوگیری از آب مروارید، ماکولار و سایر بیماری های چشمی بسیار مفید می باشد. به گفته محققان ویتامین C می تواند عملکرد و زندگی سلول های شبکه را افزایش دهد و سالم نگه دارد. 9. توت فرنگی برای کمک و کاهش وزن. اسید آلاگیک و آنتی اکسیدان ها نقش مهمی در به وجود آمدن توت فرنگی دارند که برای کاهش وزن مناسب هستند. التهاب مزمن یکی از دلایل افزایش وزن است. 10. توت فرنگی برای داشتن بارداری سالم. توت فرنگی منبع غنی از فولاد است و حدود 40 میکروگرم فولاد از یک فنجان توت فرنگی خام به دست می آید. این مقدار حدود 10% از مصرف روزانه توصیه شده از فولاد می باشد. با توجه به تحقیقات مصرف فولاد در دوران بارداری بسیار مهم است زیرا می تواند نقایص لوله عصبی نوزاد را از بین ببرد و همچنین برای سلامت مادر نقش ضروری دارد. 11. بهبود سلامت استخوان با توت فرنگی. تحقیقات زیادی در این زمینه نداریم، اما ویتامین K، پتاسیم و منگنیزی که در توت فرنگی وجود دارد می تواند سلامت استخوان را بهبود ببخشند. 12. کمک به درمان یبوست با توت فرنگی. با توجه به اینکه توت فرنگی غنی از فیبر است، می تواند به یبوست کمک کند. فیبر در میوه نیز مسائل مربوط به گوارشی مانند گاز معده و نفخ را از بین می برد. 13. توت فرنگی برای سالم نگه داشتن دندان ها. توت فرنگی حاوی اسید مالیک است و به عنوان یک ماده عمل می کند که تغییر رنگ دندان را از بین می برد. به همین معنی است که می توانید از توت فرنگی برای سفید کردن دندان ها استفاده کنید. می توانید توت فرنگی را به یک خمیر تبدیل کرده و با مقدار نوشابه مخلوط کنید و سپس با استفاده از یک مسواک نرم روی دندان هایتان بمالید و بعد از 5 دقیقه با خمیر دندان مسواک بزنید و بعد دندان هایتان را بشویید. از آن بیش از حد استفاده نکنید زیرا ممکن است که به مینای دندان آسیب بزنید. 14. توت فرنگی برای درمان پف چشم. توت فرنگی حاوی خواص رطوبتی شگفت‌انگیزی است که به درمان پف چشم کمک می‌کند. همچنین حاوی آلفا هیدروکسی اسید است که پوست را صاف و جوان نگه می‌دارد. برای این منظور فقط کافی است که یک عدد توت فرنگی را بردارید و اجازه دهید به مدت 30 دقیقه سرد شود و بعد آن را برش دهید و بر روی صورت خود به مدت 15 دقیقه اعمال کنید. سپس با آب سرد شستشو دهید. شما می توانید این کار را هر شب قبل از رفتن به رخت خواب انجام دهید. 15. توت فرنگی دارای خواص ضد پیری. آنتی اکسیدان های قدرتمندی در توت فرنگی وجود دارند
که باعث جلوگیری از آسیب اکسیداتیو می شود و علائم پیری مانند چین و چروک و خطوط را از بین می برد. توت فرنگی همچنین حاوی مقدار بالایی از ویتامین C مانند پرتقال یا گریپ فروت است. این مواد مغزی از آسیب سلولهای سالم جلوگیری می کنند و تولید کلاژن را افزایش می دهند. 16. توت فرنگی برای بهبود سلامت پوست. توت فرنگی حاوی آلفا هیدروکسی اسید است و یک ماده مهم برای حذف سلولهای مرده پوست و پاکسازی پوست می باشد. میوه توت فرنگی همچنین حاوی اسید سالیسیلیک و اسید الگیک است که برای کاهش لکه‌های تیره مفید می باشند. اسید سالیسیلیک برای از بین بردن سلولهای مرده پوست و سفت کردن حفره‌های پوستی و جلوگیری از آکنه شناخته شده است. همچنین یک منبع عالی از ویتامین C است که می تواند پوست را پاک و سالم نگه دارد. پوست را تمیز می کند و از آن در برابر اشعه UV محافظت می کند. شما می توانید مقدار توت فرنگی را له کنید و با عسل مخلوط نمایید و هر روز صبح روی صورت خود اعمال کنید و بعد از 15 دقیقه با آب سرد شستشو دهید. همچنین می توانید به جای عسل از آب استفاده کنید یا حتی شیر را به دستور خود اضافه نمایید. تمام این مواد در بهبود سلامت پوست شگفت انگیز هستند. 17. توت فرنگی برای جلوگیری از ریزش مو. همانطور که قبلا ذکر شد، توت فرنگی یک منبع عالی از ویتامین C است که به جذب مواد مغزی کمک می کند و باعث رشد مو می شود. همچنین یافت شده است که کمبود این مواد مغزی می تواند منجر به ریزش مو شود. 18. مزایای توت فرنگی برای مردان. آنتی اکسیدان هایی که در توت فرنگی وجود دارد هر دو باعث افزایش گردش خون می شوند که برای سلامت جنسی مفید است و ویتامین C موجود در توت فرنگی نیز باعث افزایش تعداد اسپرم در مردان می شود. ممنون از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید و اگر می خواهید ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید، کانال ما را سابسکرایب کرده و علامه زنگوله را فشار دهید و همچنین برای حمایت از ما ویدیوهای ما را لایک کنید و نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت کامنت ها برای ما بنویسید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.